حالا اینجا تماشا بشید مشغول پایان میبرم دوره اصلی سنتر میشه اونجا میبرم مشغول رحمان قاسموف یک ساکن شهر کنیبادام همراه فرزند و نبیره‌هایش به تماشای آثارخانه تاریخی ولایت سوخت آمد و میگوید که تشریفش به این آثارخانه بار اول است. از این رو همراه آیلش از سنگ‌های قدیمی آثارخانه و نگاره‌های تاریخی، سکه‌های دوره قدیم، عموماً آن لوازمات و اشیاهایی که در فاند آثارخانه محفوظ نگاه داشته می‌شود دیدن نمود. نقل می‌کند که با تماشای این موضع تاریخی بعضی از لحظه‌های دوره جوانیش و قهرمانان خلق تاجیک را به خاطر آورد، زیرا این آثارخانه بیشتر تاریخ مردمی خلق تاجیک را بازگو می‌کند. ما نیوارم تولد روزش بود هم به 14 اومدیم. جدایی هم زور بود. من اکنون دیدم. من جدایی هم خوشم. بنا به اطلاع مسئولین مؤسسه دولتی مجمع تاریخی و فرهنگی قلعه خوجند دوام 3 ماهه اول سال جاری از حدود آثارخانه‌های مجمع بیش از 7000 نفر دیدن نمودند. از این شماره نزدیک 250 نفرشان را سیاحان خارجی تشکیل می‌دهند. مدیر شعبه عمومی فرهنگی و رابطه با جامعه مؤسسه دولتی مجمع تاریخی و فرهنگی قلعه خوجند اصلینسا یادگاری میگوید سال جاری بنابر از بین رفتن پاندمیه و خوب شدن وضع اپیدمیولوژی تشریف سیاحان خارجی نسبتاً زیاد شده است. اگر سال گذشته 2021 را به نظر گیریم تشریف سیاحان خارجی به مجمع در یک سال همگی 337 نفر را تشکیل داده است. حالا دوام 3 ماه سال جاری باشد این رقم الکی از 200 نفر گذشته است. تعداد تماشابینان نسبت به سالهای گذشته البته زیادتر است. چطوری که ما می‌دانیم در سالهای گذشته بعضا مشکلی ها بودند از آن که الحال آن مشکلی ها برطرف شده ایستادند تعداد تماشابینان نیز تا رفت زیاد گردیده ایستاده است. مسئولین آثارخانه تاریخی ولایت سوخت اطلاع می‌دهند که سیاحان خارجی بیشتر از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، خیتای، آمریکا، فرانسه و فدراسیون روسیه میباشند. تاکید گردید که سیاحان هنگام تشریف از هر سه آثارخانه‌های مجمع، تالارهای تاریخی، کتاب و نوشتجات‌های نادر، نگاره‌ها، گوشه آینه تاریخ و باغ فرهنگی و فراغتی کمال خوجندی دیدن می‌کنند. مؤسسه دولتی مجمع فرهنگی و تاریخی قلعه خوجند دارای 3 آثارخانه تاریخی ولایت سوخت، آثارخانه باستانشناسی و استحکاماتی به نام نعمانی معطف، خانه موزه کمال خوجندی، باغ فرهنگی و فراغتی به نام کمال خوجندی و همچنین قلعه خوجند است. آغاز سال 2021 در درآمدگاه آثارخانه تاریخی ولایت سوخت تجهیزات سنسوری نصب کرده شد که آن حالا کار کارمندان آثارخانه را تا جای آسان کرده است. به داخل تجهیزات مذکور تمامی نگاره‌های تاریخی، سکه‌های دوره قدیم و آن لوازمات و اشیاهایی که در فاند آثارخانه محفوظ نگاه داشته می‌شود در علاهیدگی ساحه به ساحه داخل کرده شده است. تا امروز الکی شهروندان زیاد و سیاحان خارجی از آن دیدن نمودند. این کار با مقصد جلب هرچی بیشتری تماشابینان به آثارخانه روی دست گرفته شده است، زیرا معلومات‌های تجهیزاتی سنسوری با زبان‌های روسی و انگلیسی نیز ترجمه کرده شده با برنامه مخصوص جایگیر کرده شده است. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.